یهو فهمید یه چیزی اینجا درست نیست. یه جمعیت هزارتایی زامبی از روبروش اومدن. فوری زنشو بغل کرد. از نرده پرید پایین و دوید. وسط این هرج و مرج کلی آدم خوردن به دیوار و مردن. مارو داشت با زنش برمیگشت که یه دختر دید و نجاتش داد. ماشین عقبی نابود شده بود. وسط راه یه میله آهنی پیدا کرد. برداشت و دوید سمت در فولادی. همین که آخرین نفر وارد شد، زامبیا خوردن به در. همه با هم درو نگه داشته بودن ولی زورشون نمیرسید. اگه یه ذره شل می‌کردن کار تموم. همون موقع مارو درو قفل کرد، ولی ترک درو که دیدن فهمیدن این جنس چینیه. همه پا گذاشتن به فرار. لحظه بعد زامبیا حمله کردن. قطار داشت حرکت میکرد. اگه سوار نمیشدن بلیتشون میسوخت. بعضیا با پاهای بلندشون خودشونو پرت کردن بالا. ابی دستشو دراز کرد که مارو رو بکشه بالا، ولی مارو برگشت و به زامبیا حمله کرد. با میله کلی زامبی رو زد و بعدش با کمک ابی سوار قطار شد. همون موقع زنش زنگ زد. تو دستشویی واگن سوم گیر کرده بود. بیرون زامبیا بودن. دختر ابی هم اونجا بود. مارو زره پوشید و راه افتاد سمتشون. با لگد و مشت زامبیا رو زد تا نشون بده ضعیف نیست. دو تا پسر دیگه هم کمک کردن ولی زامبیا زیاد بودن. با فوت درمانی ابی هر سه تاشون رو به موقع نجات دادن. همون موقع چطور دید که اینا هم مدرسه یاش بودن. ما رو خوشش نیومد. 4 تا زامبی رو زد ولی یکیشون ورزشکار بود. زورش زیاد بود. همون موقع قطار وارد تونل شد و زامبیا وایسادن چون از سر و صدا میترسیدن. ستایی از فرصت استفاده کردن و از مسیر تونل رفتن. هر دو گروه دوباره به هم رسیدن. موقع رسیدن به در آخر 2 تا جا موندن. مارو سعی کرد درو ببنده ولی زامبیا جلوشو گرفتن و راهو بستن. اگه شکست میخورد همه میمردن. همه اینا تقصیر یه مرد حریص بود. مارو نزدیک بود بیفته ولی ابی نجاتش داد و چوتو با چوب درو شکست. حالا کل قطار به 2 تا چوب بند بود. یه زامبی به مارو حمله کرد. فهمید وقتشه. به ابی گفت مراقب زن و بچه‌م باش. چوتو تازه درو شکسته بود. زامبی شیشه رو شکست. مارو اونجا وایساد تا بقیه فرار کنن. با چشمای سفید افتاد زمین. بقیه رفتن واگن بعدی ولی اونجا هم آدمای بی‌احساس بودن. نه به زن حامله اهمیت میدادن نه به بچه‌ها. ولی تیم الان فرق داشت. با وجود تمسخر و نفرت رفتن واگن بعدی. وقتی خواهر پشمالو فهمید خواهرش مرده، تصمیم گرفت درو باز کنه. هر کار خوب یا بدی یه نتیجه‌ای داره. الان وقتش بود. همه فکر می‌کردن نجات پیدا کردن ولی تازه خطر واقعی شروع شد. قطار که رسید ایستگاه، راننده گفت بنزین تمومه. باید قطار دیگه‌ای بگیریم. بازمانده‌ها پیاده شدن ولی نمیدونستن آخر خطه. قطار سوخته از ریل خارج شد. 2 تا له شدن. یکی در حال نجات راننده خیانت دید و کشته شد. یه گدا جونشو داد تا 3 نفر نجات پیدا کنن. بقیه دویدن سمت قطار در حال حرکت. زامبیا دنبالشون بودن. تو 5 ثانیه 1000 تا زامبی دنبالشون کردن. ابی و بقیه دویدن. اگه وای میستادن کار تموم. بالاخره رسیدن. یکی سوار شدن ولی زامبیا هم سوار شدن. سرعت قطار کم شده بود. اگه ادامه پیدا می‌کرد حتما میگرفتنشون. ابی پرید پایین و شروع کرد به لگد زدن به زامبیا.